салом бинандагони азиз, сӯзаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Имрӯз 18 март аст ва ҳоло нигоҳе ба унвони чанде аз гузоришҳои барнома. табиат дар гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон бедодгарӣ карда ба хонаву иншооту зербунёдҳои муҳим осеб расонидааст. тибқи пешгӯӣ, ҳавои номусоид рӯзҳои оянда низ идома хоҳад дошт. аз тарси оқибатҳои ҷанги Путин фирори даҳо ҳазор шаҳрвандони Русия аз ватан. Аксарият мегӯянд барои қабули ин қарор ҳамагӣ чанд соат вақт доштанд. ҳатто одамони огоҳе ки қаблан муқобили ҷанг буданд, ҳоло гӯё тамоман дигар кас шуданд. ва меёрҳои хушбахтӣ аз нигоҳи сокинони Тоҷикистон. Назарпурсии Радиои Озодӣ дар кӯчаҳои Душанбе. боронгариҳои як ҳафтаи охир боиси сар задани офатҳои табиӣ дар чанд минтақаи Тоҷикистон шуданд. мақомот гуфтанд омадани сел ва фаромадани ярчу тармаву сангрез ба мардум ва кишвар осеб расонданд. гуфта мешавад чунин вазъ идома дорад ва мақомот аз мардум мехоҳанд дар ин рӯзҳо аз сафар ба минтақаҳои кӯҳсор худдорӣ кунанд. Муллораҷаб Юсуфӣ дар ҳамин бора гузориш медиҳад. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با پخش یک آگهی میگوید شبانه روز گذشته در قلمرو کشور ترمه، یرچ و سنگرز و آبخیزی در رودخانه‌ها به مشاهده رسیده است. از جمله ساعت 10-17 مارس در ناحیه رشد قلعه ترمه یا برف کوچ 2 منزل ساکنان و یک انشاءات یاری رسان را پر ویران کرده است. مسئولین کمیته گفتند حادثه تلفات جانی نداشت. همچنین روز گذشته در جماعت پارشینه و ناحیه شغنان سیل فرآمده 3 سر چاروای میده تلف شده است. مقامات گفتند کمیسیون ناحیوی برای معین کردن ضرر کار کرده ایستاده است. روز گذشته همچنین در پی بارشات شدید سطح آب در یک رودخانه جماعت دهات یاره شهر پنجکن بلند شده به یک پل آسیب رسانده است. مقامات گفتند تلاش دارند پل صدموی را از پر ویران شدن ایمن دارند. صبح امروز 18 مارس در کیلومتر 266 شاهراه دوشنبه کولاب خاروق فرآمدن یرچ به قید گرفته شده است. بعد این حادثه راه موقتا بسته شده است. ساعت 2 امروز همچنین در نتیجه سنگرز شاهراه کولاب شاهین درواز در نزدیکی جماعت ویشخرف درواز موقتا بسته شد. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده راه‌های کولاب قلعه خم ونج خاروق و ونج روشان نیز برای یک مدت بسته می شوند. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند باران‌های سیل در کشور تا روز 20 مارس ادامه می‌کند و در این مدت خطر سیل و آبخیزی و برف کوچ زیاد است. بنابراین از ساکنان خواسته شده است که در 3 روز آینده از سفر به منطقه‌های آسیب‌پذیر خودداری کنند. در یک هفته اخیر چندین کاربر رادیوی آزادی با ارسال نوار از آفت‌های طبیعی در جای زیستشان خبر دادند. بعضی از آنها شکایت کردند که مقامات سر وقت به کمکشان نمی‌رسند، اما مقامات گفتند تلاش دارند که به ساکنان آفت زده کمک رسانند. مولارجب یوسفی برای یوسفی آزادی دوشنبه. با توجه به اون که موضوع مهاجرت در کشورهای آسیای مرکزی یکی از مسائل داغ باقی میماند، رادیوی آزادی در تلگرام کانال صحیفه مخصوص را با نام میگرانت میدیا تأسیس داده است. هدف صحیفه بلندبرداشتن آگاهی مهاجران درباره حقوق، عهده‌داری‌ها و قاعده‌های بود و باشی آنها در کشوری قبول کننده میباشد. بینندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم که با صحیفه مذکور همراه شوید. باری اول پس از محکوم شدنش پیوندون محمود اودینایف معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با او ملاقات کردند. این دیدار بعد از 1 سال و 3 ماه امکان پذیر شد و نزدیکان اودینایف میگویند از وضع سلامتی او در زندان نگرانند. ملاقات نیز در بیمارخانه زندانی وحدت برگزار شد. مقامات همچنین اجازه دادند که 2 فرزند اودینایف به دیدار پدر رسند. طوری خبر داده بودیم محمود اودینایف با عیبنامه افبوشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت به 14 سال زندان محکوم شده است، هرچند خود او این عیبنامه را قبول ندارد. همکارم میرزانبی خالقزاد با پیوندان اودینایف گفتگو داشت و هم از مقامات این مسئله را پرسان شد و حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خب بعد از این ملاقات پیوندان محمود اودینایف چی میگویند؟ ببینید آنها بیش از همه
وضع سلامتی محمود اودینایف یعنی در نسبت وضع اسفبار سلامتی و اظهار نگرانی میکنم. خود او از سلامتیش شکایتی زیاد دارد و او به خانه دیدار با اسابقل در آمده است و 2 نفر هم از دو طرف اون نگاه داشته آورده. و گفته است که در این مدت 3 دفعه بستری شده است. میگوید که تا بازداشت سلامتیش خوب بود و یک بار هنگام بازداشت و بعداً بارها از طرف ناظران بازداشتگاه موقتی و کارمندان ریاست جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی شکنجه شده است. این موضوع مطرح شده بود ولی مقامات فکت‌های ضرب‌العضو و شکنجه شدن اودینایف را رد می‌کردند. اودینایف به نزدیکانش از بی‌پروایی پزشکای بیمارخانه هم نیز اظهار نارضایی کرده است و میگوید میان و هم پایهایش معیوب هستند و از سرماخوردگی اعضای بدنش شفا نیافته است. خب آیا او از این وضعش بر ریاست زندان‌ها یا دادستان ناظر شکایت برده است و نظر آنها به این گفته‌ها چیست؟ در گذشته مقامات مربوطه در نشست‌های خبری شکنجه شدن را رد کردند. در دادگاه شکایت او بررسی نشد، حالان که بنابر قانون‌های تاجیکستان دادرس میبایست با شنیدن عریضه شکنجه تفتیش آن را طلب میکرد. اما امروز در رابطه با این مسئله یک نماینده ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه گفت که در زندان نسبت اودینایف بدرفتاری نشده است و او را تا زمان محکوم شدنش در حالت معیوبی به زندان آورده بودند. خود اودینایف حالا بیشتر تلاش دارد در مراجعت‌ها به مقامات بیگناهی خود را ثابت کند و گفته است که دعوت به گردی همایی به هیچ وجه دعوت به سرنگون کردن حاکمیت نیست، بلکه دعوت به بیان موقع خود است. به همین دلیل اودینایف حتی زیر متن رازیگیش به کاهش مهلت جزا طبق قانون عفو سال گذشته امضا نگذاشته بود. او را برای یک نوشته‌اش در فیسبوک محکوم کردند. حالا 2 فرزند دیگرش هم در زندان قرار دارند. تشکر برای صحبت. اودینایف حقوقشناس است و یکی از فعالان برجسته جامعه شهروندی شمرده می شود. اودینایف پیش از زندانی شدنش رئیس کمیته دفاع از حقوق محبوسان و از رهبران ائتلاف ضد شکنجه در زندان‌های تاجیکستان بود و به حمایت حقوق محبوسان و افشای موردهای بدرفتاری نسبت به محبوسان مشغول بود. فعالان مخالفان بازداشت و اعلان اتهام ضد محمود اودینایف و پسرانش را تحریضی شده مینامند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. حمله روسیه به اوکراین 10,000 نفر را در این کشور وادار کرده است که به طور فوری به خارج فرار کنند. آنها به آینده کشورشان که هر روز در انزوای بیشتر قرار می‌گیرند خوشبین نیستند. بسیاری ها میگویند ترس از پیامدهای اقتصادی و سیاسی حمله بر اوکراین و احتمال فرستادن مردم بیشتر به جنگ سبب شده است که همه چیز را بگذارند و به کشور دیگری بروند. ادامه در گزارش طاهری سفر. نیکیتا تلیژنکو خبرنگار روس مجبور روسیه را ترک کرد. رسانه اینترنتی که او در آن کار میکرد بعد از آغاز جنگ در اوکراین و قبول قانون درباره دروغ پراکنی فعالیتش را قطع کرد. طبق این قانون جنگ نامیدن حادثه‌های اوکراین منع است و برای استفاده معلومات از شبکه‌های اجتماعی یا مقامات اوکراین امکان دارد خبرنگار را به جوابگری جنایی بکشند. نیکیتا بدون آمادگی به سفر برآمد و با اندک پول چند لباس از روسیه فرار کرد. به اندیشه خبرنگار ژورنالیستی که در روسیه مرد و گمان است که سالهای نزدیک دوباره زنده شود. 2 марта мы приходим на планерку и наше руководство. روز 2 مارس ما به جلسه هر روزه حاضر شدیم و رهبر ما مجلس را از این شروع کرد که وضع خیلی مرکب است. بچه‌ها هر کسی میخواد از کشور بیرون شود، زودتر بروید. در عکس حال مرزها بسته میشوند و ممکن است حالت جنگی اعلان شود. شما 8 سال در کجا بودید؟ حتی آدمان آگاهی که قبلا مقابل جنگ بودند حالا گویا تماما دیگر کس شدند و از آنها پیوسته این سخن را شنیدن ممکن است. صاحبکار از سنت پتربورگ استانیسلاف کورگانسکی حالا روسیه را ترک نکرده است ولی نقشه دارد از کشور بیرون شود. برای زندگی پتروپاولوسکی قزاقستان را انتخاب کرده است. استانیسلاف میگوید با دلیل قطع شدن کار مؤسسه‌های بین المللی مالی در روسیه نمیتواند تجارتش را پیش برد. او بیزنسی آنلاینی دارد. موقع او درباره اوکراین طبق قانون نو اکنون برابر به جنایت یا افراطگرایی است. و باور استانیسلاف عمل شرکت‌های غربی قبل از همه به کار و زندگی ساکنان عادی روسیه ضربه می‌زند و این باعث مستحکم‌تر شدن موقع ولادیمیر پوتین می‌شود. چون این احساس می شود که شرکت‌های غربی و در مجموع تمام غرب گویا جوانان روس را به چنگال پوتین تله می‌دهند. یعنی همه عکاسان، طراحان و دیزاینرها و تاجران جوان
یک قشر جوانان معاصر روس که خیلی آزادیخواه و غربگرا هستند حالا به جای کار بی ریسک و روزی و زیر فشار شدید روانی قرار میگیرند. حالا روزها در گروه‌های مخصوص شبکه‌های اجتماعی به همدیگر برای بیرون رفتن از کشور مشورت می‌دهند و از تجربه خود نقل می‌کنند. اکثریت می‌گویند علاقه عبور مرز قزاقستان مشکل شده است. در مرز همه مسافران بازپرسی و تفتیش می‌شوند. از آنها سبب ورود به این کشورها می‌پرسند. نرخ بلیط به قزاقستان قریب 2 برابر بالا رفته است. قزاقستان تنها کشوری نیست که روس‌ها به آن فرار می‌کنند. برخی برای زندگی به ازبکستان می‌روند. ساکنان روسیه برای کوچ بستن انتخابی زیادی ندارند و بیشتر به کشورهای می‌روند که روادید طلب نمی‌شود. مثل کشورهای آسیای مرکزی، شخصانی که پول بیشتر دارند به امارات متحده عربی می‌روند. جنگ در اوکراین این هفته موضوع صحبت همکاران ما در گپی آزاد بود و اینکه چرا بسیاری از تاجیکان طرفدار جنگ روسیه در اوکراین هستند. قسم دیگر هم البته این جنگ را مخالف تمام قانون‌های بین‌المللی و تجاوز به خاک یک کشور مستقل می‌شمارند. پارچه از بحث گرم را حالا همراه می‌بینیم. گپ شما را تقویت دادم میخوام. یک دقیقه شما که میگید که روسیه شما را میخوراند و میپوشاند، حاضر با همین حرکت احمقانه پوتین بعد 2 ماه تمام تاجیکان اونجا بیکار میمونند. بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد روزی 19 مارس ساعت 2 به وقت دوشنبه و ساعت 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، در وبسایت azadi.org و صفحه ما در اینستاگرام نیز نشر می شود. همساله با تشبوس سازمان ملل متحد 20 مارس همچون روز بین‌المللی خوشبختی یاد می‌گردد. خوشحالی مردم را سازمان ملل از روی صفت زندگی، درآمد ماهانه، سلامتی و دیگر معیارها بها می‌دهد. در تاجیکستان معیاری مثل قناعت و شکرگزاری گاهی جای این چینک‌ها را گرفته است. روز 18 مارس رادیو آزادی از راهگذران در کوچه‌های دوشنبه پرسید که آیا خود را خوشبخت می‌حسابند و برای خوشبخت شدن به انسان چه لازم است؟ برای یک انسان برای خوشبخت شدن چی لازم است؟ سلامتی هستی، وطنی تنگ، آبادی وطن، همش خوشبختی انسان است. شما خود را خوشبخت احساس میکنید؟ شکر خدا. خوشبختی آدم همین گلانی سلامتی پدر و مادر. همون دیگه ما در ایران خوشبختی در کار نیست و کل مال دنیا که وقتش میشه. برای انسان خوشبخت بودن اول سلامتی، زندگی آروم و آسایشته دیگه. شما خوشبخت احساس میکنید؟ الحمدلله. بله چی بانه؟ ما شد زیادتر شدن گره که خوشبخت میشی. حال باشد اکثر نباشه اگه جو میشی. شما خودتون خوشبخت احساس میکنید؟ با چون میکنم اکا شکرونه میکنم کول کاریسم. خوشبخت احساس میکنید؟ بازیرش ده نو او قاینه یا گفتیگا نو خیلی زندگی قینه بسیار که همتره پدر و مادر مسکو ده خیلی میشه شکر دیگه چی فنا میکنم. Это без денег все несчастливые. Все задумчивые, хоть где заработать, где купить. Для счастья все имеет, ну и материальное тоже. Все. Счастлив. Ну, каждый по-своему счастлив. شما خود را خوشبخت احساس میکنید؟ 2 فرزند دارم، خوشبخت هستم. 1 دختر دارم، 1 پسر دارم، 5 نبیره دارم. شما خود من خودم رو خوشبخت حس میکنم. برای چی نه؟ برای اینکه من زندگیم نه در خدا رو ما در یک تاجیکستان زندگی میکنیم که رنگ بهشت از همه در تاجیکستان ما حاضر صلح در کار. من برای همین من خودم رو خوشبخت حس میکنم. خیلی آزادی دموکراسی باشه کنیش خوشبختی بوده. همش پیشروی میشه. جنگ جوش باشه اگه چه پیشروی نمیشه. نظرپرسی همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله بود. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی به انجام رسید، ولی شما میتوانید گزارش‌های ما را در وبسایت تماشا کنید. شما را در هفته نو منتظریم. خدا نگهداری هر یک شما.